سلام دوستان، با شما هستم دلجوی خطلان در کانال خاکر پیکی. چنانه که شما میبینید در کامنتاری یک برادر ما نوشته که درباره آواز رو افکت موندن یگان پروگرام پیشنهاد کرد و امروز خواستم این ویدیو را کنم برای همون برادر که بیند که چگونه آواز رو افکت میمونند. خوب برادران عزیز، پیش ویدیو را سر کردن کدامی که در کانال ما ابونه نیست ابونه میشویم، لایک زیر میکنیم و در زیر کامنتاری فکرامون رو مینویسیم در کدام موضوع ما برای شما ویدیو کنم. حتما برای شما ما ویدیو را میکنیم. خوب باقی در پناه خدا باشید، نباشد ویدیو رو سر میکنیم. خوب چنانه که گفتیم برادرها، پروگرامی که در روی اکران میبینید برای افکت زدن آواز هسته. میتوانید که این پروگرام را از پلی مارکت دریافت کنید. من حتما در زیر ویدیو سیلکشم میمونم. خوب وارد میشویم با پلی مارکت و در پایین که پلی مارکت مینویسیم والکو. هنگامی که والکو مینویسیم همین پروگرام را میبرد و اسکچات میکنیم، پروگرام را ادکرید میکنیم. برادران عزیز، از طرف پایان نشانه پیلوس هست، در همین زیر میکنیم و بعدا در اینجا روزنه دیگر پیدا می شود و پریدلاجید بیز ایمنیا یک بار زیر میکنیم و هنگامی که ما ثبت کردن میخواهیم الان همین نشانه سرخ رو یک بار زیر میکنیم، الکی با ضبط کردن شروع میکند. حالا باشد ما با پروگرام موبیزر که کار کرده استیم ضبط نمیکند این پروگرام و هنگامی که تنها با همین پروگرام کار میکنیم ضبط میکند همین صدای ما را و افکت میزند. چنانه که از بالا میبینید افکت در اینجا دلخواه افکتی که برای شما معقول باشد دارد افکت میمونید. خوب باز هسته میکس برای رگولوف کردن آواز و چنانه که از این پایان میبینید برای نشانه موسیقی است و از اینجا میتوانید که در زیر همین ویدیو یگان موسیقی مونه خوبتر آمدن صدای شما. خوب باز میتوانید که برای ویدیو رو نیز آوازش رو افکت زدن نشانه که در بالا هست طرف ویدیو زیر میکنیم الکی ویدیو میکند، طرف اودیو زیر کنیم اودیو. خب برادران عزیز، اگر که ویدیو با شما معقول شده باشد لایک میونید، در کانال ابونه شوید و فکرهای خود را در کامنتاری نویسید، چون که فکرهای شما برای ما مهم است.